کت خدا آقا چه خاکی بر سر من بریزی مندی. نزدیک نیا مرتی که یک کل ناکرویی. بنال ببینم چی شده. کت خدا آقا ما دیگر فکری به مغزمان نمیرسند. فینیتو دارد منفجر میشوندی. شما مگر مغز هم دارید که حالا فکری بهش برسد یا نرسد؟ مگر قرار نبود که همه اهالی را در ویروس ناکرو غرق بکنندی؟ این تنها راه خلاصی ماست. حیف نونها. کت خدا آقا فعلا که ناکرو خودمان را دارد غرق می کند. هرچه رشته بودیم پنبه شد. فرفر ایام عزاداری کی می باشندی؟ ایام عزاداری؟ نزدیک کت خدا. کت خدا ای خاک بر سر ما. کت خدا ای خاک بر سر ما. آها شما چه غلطی میکنید؟ مگر نمیبینی عزاداری میکنیم؟ این که نشد که شما با این کارتان باعث انتقال ناکرو میشوید. چطوره که وقتی ملت اعتراض میکنن میگید نباید تجمع بشه همه ناکرو میگیرن، اما به عزاداری که میرسه میگید همه باید بیان؟ ناکرو فقط تو تجمعات و اغتشاشات فعال میشه. موقع عزاداری کاری به کسی نداره. میره یه گوشه مثل پسرای خوب میشینه. این مسخره بازی ها چیه؟ جمع کن کاسه کوزتو. شما اینجوری همه رو به کشتن میدین. ناکروه دیگه. ما این چیزا حالیمون نیست. اگه همه فینیتو هم بمیرن باید ما عزاداری کنیم. غلط کردید. به کت خدا بگید که برای به کشتن دادن اهالی این عزاداری ها رو برگزار نکنه، وگرنه اهالی مادر کت خدا رو به عزاش میشونن.